میگویند هنرمند هیچگاه خار نمیگردد، زیرا او را همیشه هنرش یار است و حتما که به مرادش میرساند. عزیزان درود میگوییم. ما همین گونه یک گوشه را دریافت نمودیم و آمدیم به کالج هنرهای مردمی شهر استروشن و نشستیم نزد هنرمند مغفرت ادهم‌آور. علاقه طول 56 سال است که با یکچند نموده هنرهای مردمی مشغول هستند و با همین وسیله نان و نمک یافته و نام پیدا کردند. اینچنین شهرت، اینچنین محبت. باری دیگر درود میگوییم برایتان. رحمت. ما امروز میخواهیم هنر گلدوزی و یا خود کشیده دوزی را از این نفر آموزیم و شروع میکنیم کار را. عموما آن نفرانی که باری اول به این صنفخانه بسیار برهوا وارد میگردند، چرا به آنها میآموزانید و در دل آنها نسبت به هنر و هنرمندی چگونه مهر و محبت را بیدار میکنید؟ من در این کارشنایی که به ما جناب عالی پیشکش کردن، ما در اینجا در دختران هنر می آموزیم. من تنی 56 سال است که من با این هنری کشیده دوزی، گلدوزی مشغول می باشم. این کشیده دوزی، گلدوزی من به میراث از مادر کلانم ماندگی، این میراثی می باشد. وقتی که جناب عالی در اینجا من کالج هنرهای مردمی تأسیس دادم، مرا دعوت کردن در اینجا. من خودم پیش از آن که همین در مکتب میخواندم به هر خیل هنرهایی که از مادر کلانم یاد گرفتگی، من و یک چند محفل رفته جای نمایان گرفتگی، من یک سوزنی صنف 8 میخواندم که یک سوزنی که با متای زرحلی دوخته میشد با واسطه ماشینه، من اون را به تشکیلات های بین الخلقی پیشکش کردم. با انا همون سوزنی من نام برآوردم. شهر استروشن بود. نمایش های 80 سالگی دوشنبه، آبی سیمپوزیوم آبی تازه، روزهای تاجیکستان در مسکو اشتراک کرده جای های نمایان اشغال نمودم. حالا من 56 سال است که من در مکتب نیمی حیاتم 35 سال در مکتب گذراندم. باقی ماندهش در کالج کارگر استادیم. من در دست من 12 تا دخترکایی که از وای میبیان اشتراک میکنن. دخترایی که در اینجا میبیان یک تا کشیده دوزی و اگر بیان اگر 5 نمود 6 نمودی هنر می آموزنم. من حاضر مهم به کشیده دوزی، عراقی دوزی، پاپوری دوزی، توپی دوزی، محفلایی که شدگی از توپی دوزی و پاپوری و انا همینا بعد از درس دخترکا با آموخته باشیم. و خیلی میبینیم شروع از لباسای عروسانه عموما تاجیکی تا لوازمات خانه حتی آماده میکنید با واسطه همین هنرها، یعنی عراقی، کشیده دوزی، گلدوزی، پاپوری و دیگر هنرها. من دخترکای مهم حاضر در خداشون به چکن دوزی، کرته های چکن، لباس های عروسی هم مشه انا همینجا به یاد گرفته رفتاشم. پیش از اون که همین هنرهای و یاد آموزیم، اول کاغذ سفید به تصویر میکنیم. اینجا نمونه هاش هست. نمونه هاش هست. نمونه های گل ثانی بعد گل های دورگی برای چپان انا اینجا به چپان ها به گل های دورگی کتی، گل های انار، قلمفور و این هر یک نقش به خود خاص نام داره. هر یک نقشی که مهم اینجا می آفریم هر یک دست خودش به خاص نام داره. ثانی وقتی که مهم انا همین های تصویر میکنیم، از روی انا همین با واسطه انا همین فروزلینی که کلی داره، شیرش داره، متای مخصوص شیرش داره، انا همین مونده در روی این هم میکشیم. وقتی که این مونده کشیدیم، این رو بعد از اون که وای کردن این رو برای متا میمانیم. من وقتی که متا بماندیم با واسطه انا همین میگذرانیم. هر یک انا همین گلی که مهم کشیده شدیم و روی کاغذ به روی من کاغذ شیرستار بکشیدیم، انا همین روی متا میگذرانیم. خیلی وای سانتی مترش جا به جا کرده، گوجاب وای کردنش، گلی دوره جا به جا کردنش، گوجاب گلای های قلمفور جا به جا کردنش.
همش جابجا کرده در آن همین کاغذ میگذارانیم. سانه از روی همون باسوزن با رسپان های با همون نقطه که پیدا شدن سانه از روی همون ما میدوزیم. و امروز باشد ما انتخاب نمودیم متاپاره خرد را، چون که دوستان عزیز میخواهیم با انا همین نمود هم یا گوییم همچون یک آرایش زنانه استفاده میکنیم و خیلی دوست میداریم، آماده سازیم و پیشنهاد گردانیم. باور داریم که کمی باشد هم آموخته میتوانیم. من حاضر در متاح شما شهلا جان وای کنید گذرانید. من همین به این نقشی که تیار هست، انا همون از همون وای کردی که نقشی تیار هست برای اونکه وقتامو تنگ. بله، برای آسانی کار ما عین حال استفاده میکنیم تیارش را، نقش تیار را. ولی آن نفرانی که به اینجا می آیند و میخواهند که همین هنر را از بر نمایند، شاید که چندها روز محض برای تصویر نقش وقت جدا کرده می شود تا اینکه از تخیلاتشون هم خوب استفاده کرده توانند. من حاضر در همین متاح همین نقش را مانند می شود. پورا مانید می شود. انا همین کتی حاضر من همین کتی می گذرانیم. خودش همین کتی می گذره. هر یک نقشی که ما میکنیم همین آهسته آهسته انا میتونیم وای کتی میگذرانیم. بعد از روی انا همین میدوزیم. بده که من ادامه دیم. خب و وقتی که ما وارد این صنفخانه گردیدیم، از تمام نمودی هنرها قریب که دریافت کرده توانستیم. آن قدری که به اینجا مهر و محبت سر شده است، علاقه انعکاس خود را یافته است. زیرا هر یک این هنرها بسیار دلربایند، بسیار زیبا هستند و به واسطه هر نفری که به اینجا وارد می شود میخواهد همین هنر را از خود کند. من 56 سال است که من این هنر که کار میکنم. زندگی من بر راحت، مثلا زندگی بیاردم. من 5 فرزند دارم. خب فرزندان هم صاحب هنر شدن؟ همش. حاضر یک دختری کلانی همراه خودم در همینجا فعالیت دارد. نبیره ها همش شوقش هست همین هنری کشت دوزی بر. درباره انتخاب رنگ چی میگوید؟ چون حالا در بالای انا همین میز رویکش که مونده خیلی هم چی بگم دلربا است. بسیار رنگ های خوب و دقت جلب کننده را استفاده کرده. هر یک رنگ نام دارد. رنگ خنک، گرم، انا همین خیلی نام دارد. رنگ سرد است، رنگ گرم است. بله انا همین خیلی واقعا من همین خیلی حاضر مهم من با واسطه انا همین رسپانی که مولینی که برآمدگی رنگش نمی برود همش وای کردی از همین استفاده میبریم. خیلی وقتی یعنی رشته به صفت وقتی که ما هم میشوییم وای میکنیم هیچی نمیشد. بعضی رسمانایی که هرکی رنگ میکنن وای یعنی نشسته میشد و نوای میشد به این ما استفاده نمیبریم. از همین استفاده برداشتیم حاضر پختگی. در خصوص انتخاب رنگ چی میگه؟ مثلا آمیختگی رنگ ها. آمیختگی رنگ و یا نگاه کرده هر یک دوره بر کدام رنگ انتخاب کنن در کار انا همونه انتخاب کرده میگیریم. همین وقتی که شتریخ نبود چی رو استفاده میکردید؟ وقتی که پیشتر قلم رنگ بود، قلم کش میگفتیم. قلم همون رنگی سیاه، رنگ سیاه همین سیاهی دیگ بود. انا همون سیاهی دیگ آب کرده گوگرد کتی میکشتن. پس از آنه که یک قسمت نقش را ما به اینجا گذراندیم و میگذاریم به قسمت اساسی کار، یعنی دوختن آب. انا اکنون قسمت دوختن گلدوزی را میفهموندید به ما. وقتی که من گلی دورگی کشیدیم یا اینکه گلی مایده کشیدیم، پیش از آن که اول سر کنیم، اول همین گردش زنجیرک میکنیم با واسطه زنجیرک. من دوختنش با واسطه زنجیرک انا همین خیلی میدوزیم. یعنی قفا کاسل شد. پیشتر کمپیرو در روی زانو مانده میدوختن که این خیلی قلای تر است آخر. قلای هست. انا همین خیلی میدوزیم.
شما حالی نو یادگیر هستی این گردی گل با همین اگر وای شود اگر در آبرو نمیشه در این وای بخیه دوزی کتی سانی پر کرده میشه. بیاید اکنون من کمی ادامه دیم. من همین روی همین انام تو آمده اون تو میرد. از روی نقش. این قب دیگه اسپانه سر بودی. نه گیری همین خیر. نکنون سوزن رو به کجا مونه؟ به کجا گذارم؟ شما ندیدی؟ سانی باز احمین درونی همین این سر نمیدید. مطریب سخت گریختی. با متای تنکتر آسانتر است؟ آسانتر هایی برو نمیشه. همون یک تکلیدش دوزی دیگر سانی این درونش چقدر پر کردنش نشان چه؟ نه درونش بخیه دوزی میگوی. این سختی دیگر میبرود این میبرود. در نتیجه ویران میشود. ویران میشود. خیلی این میمانیم حاضر شما من همین خیلی خیلی که انا من خیلی کرید انا همین خیلی آمده میگیرید خودش همین گل میبرود ثانی بعد درونی اینا پر میکنی. خب با یک رنگ دیگر با رنگ دیگر ها انا کن یک خطی دراز میگیریم اینا عرش محکم میکنی چهل که ها انا باید نشان دادگی. بله. نه. با جایزی همین میگیریم. همین عرضی هست. طول اینقدر وقت که شما همچون هنرمندی کسبی گویم فعالیت میبرید آیا با گذشت سال میفهمید که باز همکار شما به صفت‌تر شده ایستاده است و یا اینکه این یک گویم قله بلند دارد و بعد از آن به هیچ کجا رفتن ممکن نیست؟ ممکن من تو رفته همین تو رفت دوختن گریدگه همین خیلی دست اون شده وای میشد خوش صفت میبرد انا همین خیلی دوام دادم میگم خیلی بعضی جوش به دروز های کم چند تا زخم میزنید منه یک تا سانتی متر به 100 تا زخم زدم درکو یک سانتی متر من 100 مرتبه سوزن میزنید 100 مرتبه سوزن زدم درکو تا اینکه پر شود به صفت پر شود به صفت من وقتی که انا همین زخمی دراز زدیم انا همین زخم روشو پوشیدم درکو ثانی این به ریسپانی دراز نمیگیری انا دیدید نه من چند تا زخم زدم انا همینی که من وقتی که انا همین ریسپانی دراز میپرتوید اینجا با انا همین روش سخت کردن درکو محکم کردن درکو محکم نکنید اگر این من میخواد بلنده میگرد برای همین من انا میخواد زخم میزنید ثانی وقتی که انا همین کشاله کراسید استا کشاله میکنید اگر سختتر کشاله کنید اگر وای آتش وای برومه میشه انا من آسته انا میخواد زخم زده میره انا میتخیل من این پر کردی من دیدید من گردش مثل همین گردش دیدید نه همیشه زنجیره کردی انا همین خیلی کرده ثانی ها و این علاقه دیگر طرز است این رشته سفید این رشته سفید هم تو دختن انا همین وقتی که رشته ادام میشه این رشته نمیکنید همین درونش به خودش میخورانید ثانی من این پشتشم این خیلی تگون خیلی وای حاصل نمیشه
معلمای عزیز، در آخر برنامه گرچنده در آخر کار نیستیم، ولی در آخر برنامه به همین چیز اقرار می شوم که هر انسان برای کسب و کار معین آفریده می شود. اصلا گیریم، یعنی استعدادش نسبت به کسب بیشتر، نسبت به کسب کمتر است. ولی اگر ما مهنت کنیم، از مشقت نترسیم، حتما که با تکمیل دادن استعداد خود می توانیم استای کار خود گردیم. و اینجا هم همین گونه، ولی به هر صورت ما توانستیم کمی اندر کمش را آموزیم. به همین خاطر به شما تشکر میگوییم بار دیگر. و دوستان عزیز، ما نقش از همین همیان را توانستیم به اینجا روی کار آوریم، ولی از سببی که وقت به ما امکان نمیدهد تا اینکه تا به آخر این را به انجام رسانیم. دوستان عزیز، خانه آباد باشید. ما به شما خیر میگوییم، ولی کار خود را ادامه میدهیم.